حرامزاده گفتن یک مسلمان چه حکم داره؟ یا اینکه پدر لعنت یا پدر سگ یا لعنتی گفتن یک مسلمان چه حکم داره؟ بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله، اما بعد. البته با چنین سخنان، با چنین الفاظ تحقیر و اهانت کردن یک مسلمان خیلی خطرناک است که در دین و ایمان انسان خطر ایجاد میکنه. صاحبش به آتش جهنم میکشه. معنای حرامزاده یعنی یک زنی پاک دامنی را به زیناکاری تهمت کردن است. یعنی این کسی که تو او را حرامزاده میگی، گویا اینکه مادری او به زنا رفت و این انسان تولد شد، یعنی از راه زنا تولد شد. یعنی مادری پاک دامنی او را که به زنا مرتکب شدگی نیست، تو او را میگی تو زنا کردگی، تو مثلا حرامی کردی، زناکاری کردی، این آدم فرزند ایو تولد شد. سبحان الله، خیلی گناه بزرگ، خیلی گناه خطرناک است. ای کسایی که یک مسلمان را حرامزاده میگه، خوب گوش کنید. از نتیجه همین سخن گفتگیتون شما آگاه هستی یا که نه؟ که چی نتیجه داره؟ خیلی گناه خطرناک است. یعنی یک زنی پاک دامن به زنا تهمت کردن. الله رب العالمین در قرآن عظیم الشأن میفرماید: ان الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم. بیگمان اون نفرایی که یک زن مسلمانی پاک دامن به زنا تهمت کردن، گفتن که فلانی زنا کرده است، یعنی او را به زنا تهمت کردن، لعنوا فی الدنیا و الاخره، در دنیا و آخرت بر اونها لعنت است، یعنی اونها لعنتی میشوند. یعنی وقتی که یک انسان تو حرامزاده یا حرامی میگی، مادری او را به زناکاری تهمت میکنی، خودت در لعنت الله گرفتار میشوی. در دنیا و در آخرت در لعنت هستی. از نتیجه این سخنهای خودتون خوب اندیشه کنی برادرای عزیز. کسی که یک مسلمان را شما حرامزاده یا که حرامی میگه، در دوام آیت میفرماید ولهم عذاب عظیم، برای این خیل نفرها در آخرت عذابی بسیار بزرگی است. سوره نور آیت 23. خوب اندیشه کنید ای کسایی که یک برادر مسلمان را با همین خیل سخنها قطعی تحقیر میکنه. اصلا تحقیر کردن یک مسلمان در شأن یک مسلمان نمیزیبه که مسلمان برادر مسلمان شا تحقیر و اهانت بکنه. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید: بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاه المسلم. برای یک مسلمان، برای شریر و بدکار بودن یک مسلمان همین قدر کافی است که برادر مسلمان شا تحقیر کنه. وقتی که یک برادر مسلمانی خود تحقیر و اهانت میکنی، تو یک انسان شریر و بدکاری هستی. خوب اندیشه بکن. اما در مسئله لعنت، این لعنت گفتن با از همه خطرناکتر است. در لفظ حدیث آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید هر کسی که یک انسان را، یک چیزی را اگر لعنت بکنه، اگر او مستحق لعنت نباشه، همون لعنت بر خودش باز میگرده. شما خوب اندیشه کنید که وقتی یک انسان مسلمان را شما لعنت میگه، لعنتی یا پدر لعنت میگه، اگر خودش با شما خصومت داشته باشه، اگر شما با او شخصیت اگر مشکلی داشته باشه، پدر و مادری او چه گناه کردن که پدر لعنت و مادر لعنت میگی او را؟ آیا شما از الله نمیترسه؟ مگر مسلمانی شما همین است؟ از الله نمیترسه شما؟ در روایت بخاری و مسلم آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید: لعن المؤمن کقتله. یعنی لعنت گفتن یک مسلمان به مثل کشتن اوست. یعنی چگونه که یک مسلمان را قتل میکنی، میکشیش، چقدر گناه بزرگ، گناه کبیر است. همچنین است وقتی یک انسان مسلمان تو لعنت میگی. پس برادرها و خواهرایی که یک برادر مسلمان را اگرچه خطاکار است، اگرچه کمبودی ها داره، شما او را لعنت میگه یا حرامزاده و حرامی میگه، خوب اندیشه کنه که در دین و در ایمان شما خطر واقع میشود. شما خودتون از دیگرها بهتر ندونه. وقتی که شما لعنت میگه، همون لعنت گفتگی بر شما باز میگرده. حتی بینه که در حدیث
پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم اون نفری را که شمال را لعنت گفت، پیامبر خدا او را منع کرد. چی جایی که انسان این وقتی لعنت میکنی، وقتی که شمال لعنت کرد، پیامبر خدا او را باز داشت. وقتی اگر یک انسان لعنت گفتی چی میشود؟ برادرها و خواهرایی که یک انسان را، مسلمان را لعنت میگه، یا اینکه یک انسان را حرامزاده و حرامی میگه، از الله بترسه. خوب اندیشه بکنه که حال روز حساب و جزا آمادگی نیست. وقتی که روز جزا و حساب آید، در او روز شما بر این سخنهایی که گفته، با این تحقیرها و اهانتهایی که شما نسبت یک مسلمان کرده، هرگز جواب داده نمیتوانید. در نزد اهل سنت و الجماعت، عقیده اهل سنت و الجماعت همیه که در نزد تمام علما، تمام فقها و مجتهدین امت این است که لعنت گفتن مسلمان حرام است. ای کسی که لعنت میگی مرتکب گناه کبیره میشوی. در نزد هیچ عالم، در نزد هیچ مجتهد اهل سنت لعنت گفتن یک مسلمان جایز نیست. چگونه شما جرأت میکنه یک مسلمان را شما لعنت میگی، او را حرامزاده میگی؟ سبحان الله، این جرأت شما از الله نمیترسه شما؟ والله قسم، بالله قسم، وقتی که شما را خداوند در پیشگاهش قائم بکنه، با این لعنت گویی، با این تحقیرها و اهانت هایی که شما نسبت همدیگر میکنه، هیچ جوابی یافته نمیتونه. از الله بترسه برادر و خواهرای عزیز.